چجوری این تصویر از فیلم اوپنهایمر رو نورپردازی کردم. همونطور که می‌بینید این نور چراغ اتاقمه که واقعا ناامید کننده است. خب خاموشش می‌کنیم. خب اینجوری چی نمی‌بینیم. اول از همه این ویدیو لایت رو در زاویه 45 درجه سوژه قرار دادم. همونطور که می‌بینید این یه نور تند و تیز و هارشیه که به درد ما نمی‌خوره. پس یه دیفیوزر روی سافت واکس هم نصب کردم. الان نورمون نرم‌تر و واقعا جذاب‌تر کرد تصویر رو. همونطور که می‌بینید این قسمت از صورت سوژه ریم لایت داره. پس یه دونه فلت لایت رو گذاشتم پشت سوژه روبروی سافت واکسم. اما خب این ریم لایت کل صورتمو گرفت. همونطور که توی تصویر اصلی می‌بینید فقط بخش بالای صورتش ریم لایت داره. پس با یه کیسه ضخیم مشکی پایین نورمو بستم. خب الان رسیدیم به اون نتیجه‌ای که می‌خواستیم. به این نوع نورپردازی میگن نورپردازی 3 نقطه. کی لایت یا نور اصلی، بک لایت یا ریم لایت و فیل لایت یا نور پرکننده. اما خب فیل لایت لزوما قرار نیست همیشه نور باشه. همونطور که بخش نور نخورده سوژه رو می‌بینید به شدت تاریکه. ما میتونیم از بخش سیاه یه رفلکتور استفاده کنیم، باونس و رفله نور دیوار رو بگیریم. داخل پست پروداکشن تصویرمو سیاه‌سفید می‌کنم، نورمو تنظیم می‌کنم و این میشه که